کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول کرده شده است. 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایون سال 2003 و 22 می سال 2016 با طریق رأی پرسی عمومی خلقی به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه ها وارد کرده شده اند. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت است. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است که زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی است. زبان روسی همچون زبان معاشرتی بین ملت‌ها عمل می‌کند. همه ملت‌ها و خلقیت‌هایی که در حدود جمهوری زندگی می‌کنند حقوق دارند که از زبان مادریشان آزادانه استفاده کنند. رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان پرچم، نشان و سرود ملی است. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه است. مادر و کودک تحت حمایت و غمخواری مخصوص دولتند. پدر و مادر برای تعلیم و تربیت فرزند و فرزندان بالغ قابل مهنت برای نگاهبین و تأمینات اجتماعی پدر مادر مسئول می باشند. دولت برای حفظ کودکان یتیم، معیوب و تعلیم و تربیت آنها غمخواری می نماید. حفظ طبیعت یادگاری های تاریخی و فرهنگی وظیفه هر یک شخص است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به ما شهروندان حقوق و آزادی ها را داده است. در ماده 5 آن گفته شده است که انسان حقوق و آزادی های او ارزش عالی می باشند. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق های فطری انسان دخل ناپذیرند. حقوق و آزادی های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می نماید.